بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اینک بعون الله حق سبحانه و تعالی ما درسوی خود را دوام میدهیم از کتاب الاربعون النوویه للامام یحیی بن شرف النووی، یعنی 40 حدیث امام یحیی ابن شرف نووی. ما حدیثای این شیخ را خوانده تمام کردیم که از حدیث 1 تا حدیث 42 از آن امام نووی می باشند و باقی حدیث ها یعنی که از حدیث تحت رقم 43 تا 50 از آن شیخ علامه حافظ ابن رجب الحنبلی الله رحمتش کنه می باشند. خب، قال الشيخ الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والأربعون، یعنی ابن رجب الله رحمتش کند میفرماید که حدیث 44 عن عائشة رضي الله عنها وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائشة مادر المؤمنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند که او فرمود: الرضاعة تحرم ما تحرم الولاده. الرضاعة تحرم ما تحرم الولاده. خرجه البخاري ومسلم. یعنی رضاعت حرام میگرداند آنچه را که ولادت حرام میگرداند. یعنی در ولادت، یعنی در همین خویش و تبار نسبه، با کدام کس ازدواج کردن حرام است، با کدام کس ازدواج کردن حرام است، خویش و تبار رضاعی هم یعنی شیرخوارگی هم انمین طور حرام میگرداند. فهمیدید؟ همون چه خیلی که ازدواج بین کس و مادرش، کس بین او بین خواهرش، عمه‌اش، خاله‌اش اجازه نمی شود، همچنین رضاعت شیرخوارگی هم همین است. کدام انسانی که کدام فرزندی که در خاندان یک بیگانه، در نسب بیگانه اگر شیرخوارگی کرده باشد، همون زن شیردادگی برای اون مادر می شود، اپو و خواهر اون زن برای این بچه چی می شود؟ خاله می شوند و همون صاحب شیر یعنی شوهری همون گویم زنی که به این کودک شیر داده است، گویم اپو و خواهرش برای او عمه می شوند و همچنین تمامی یعنی چیزی که در همین نسب در ولادت حرام میگرداند، کرا گرفتن حرام است از خویش و تبار، به سبب شیرخوارگی هم یعنی چی میشد؟ همش همین طور حرام است. فقط فرق آن است که میراث نمیگیرند و خلاص. فهمیدید؟ فقط فرق آن بود است که میراث بری نمیکنند، خلاص. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند. این بود بارک الله فیکم درس امروزی ما الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. نكتفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.